جوان فقیر بسیار تلاش میکرد که خانه خدا را یعنی کعبه را زیارت کند. سطح زندگیش خوب نبود. مبلغ یافتگیش در زندگیش میرفت. روزی میگه در راه رفته ایستاده بود که از راه یک خلطه مییابد. در داخل خلطه 1000 تنگه طلا هست. جوان که خدا ترس بود پرسان شد، گفت کسی چیزی گم نکرده است؟ میگه این خلطه از یک تجارتچی بود. وقتی تجارتچی میبینه که خلطهش در برش نیست خفا میگردد و پرسیده آمدن میگیرد با همه جوان روپرو میزند. میگه جوانی خوب، من از عربستان هستم. من در اینجا یک خلطه گم کردم که در داخلش 1000 تنگه طلا بود. هر کسی اگر اون خلطه رو بیابد 30 تنگه طلا به او هدیه میکنم. این جوان گشت و گفت ای مرد خدا، خلطه تو رو من یافتم. برآورده در دست این تجارتچی میتید و این تجارتچی برآورده 30 تنگه طلا به این هدیه میکنه. جوان خیلی خوشحال میشود. فردا میگه سفر به خانه کعبه میکنه. آرزویش عملی گشت. وقتی به مکه رفت در مکه با دوستان کودکیش واخورد که آنها در همونجا زندگی میکردند. دوست خود را دیدند و از دوست خود خیلی خوشحال شدند. گفتند ای دوستم، طول چند سال تو در کجا میگردی؟ ما سطح زندگیمون در همین جا است، خیلی خوب است. اگر بخواهی تو را هم در اینجا با خود میگیریم. جوان راضی شد و خیلی خوشحال شد. وقتی که با دوستان خود به خانه دوستانشون رفت، چند روز در خانه دوستانشون ایستادند و دوستانشون پرسان شدند، گفتند دوستم تو همسر نداری؟ گفت نه، من کسی ندارم، پدر و مادرم مردگی و همسر ندارم. گفتن تو راضی باشی ما یک برادر رو، دوستانش گفتن اگر تو راضی باشی ما یک برادری داریم بسیار خدا ترس است، یک دختری خدا ترس دارد، او را برای تو خواستگاری کنیم. جوان گفت هر چی که شما خواهید. فردا میگه با خواستگاری رفتند. یک دختر رو میگه در نکاح همه جوان در آوردند. در آن زمان هر دختری را که به شوهر میدادند پدران اونها برای اونها مثال زر و زیور جدا میکردند تا در زندگی دخترش استفاده برد. میگه پدرش یک خلطه طلا را با دخترش داد. وقتی شب اول میگه همخوابگی کردن، فردا شد میگه جوان میگه همه تنگه های طلایی که پدر همسرش به او داده بود همونها را حساب کرد که 970 تنگه طلا هست و گشت و گفت ای همسرم، پدرت بسیار مردی سخت بوده است، همین را 970 تنگه کردی، همین را 1000 تنگه میکردی، چه میکرد؟ همسرش گفت پدر من تجارتچی بود، برای من 1000 تنگه طلا جدا کرده بود. روزی به سفر می رود، در راه خلطه تنگه ها را می غلطاند و جویان می شود و پدرم می گوید هر کس این خلطه طلا را یابد من 30 تنگه طلا به او هدیه می کنم. میگه یک جوان یافت و به پدرم برگردان و پدرم 30 تنگه از همین طلاها به همون جوان داده بود. وقتی این سخن ای جوان میشنوه گریان میشه. میگه همسر عزیزم، همون خلطه‌ای که پدرت غلطانده بود او را من یافته بودم. ببینید خداوند چنان مهربان است. خداوند
رحیم و غمخوار است. هر آرزوی نیکی در دل داشته باشیم خدا ما و شما را با آرزوهامون میرساند. قصه دلالت به او میکند که همیشه شکرگزار باشین. خداوند انشاءالله با ما هست. با خدا باش، خدا با توست. خدا نگهبان.